با دستور سپارش‌های به‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت گزارش به اقتصاد سبز و کانسپسیای گذاشتن به نقلیات برقی در شهر دوشنبه در دوره تا سال 2026 در خیابان جبار رسولوف نقطه نیرودهی الکترومبیل‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت. در مراسم افتتاح نقطه نیرودهی رهبریت کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند و جمعیت دارای مسئولیت محدود سیاحان اشتراک نمودند. مساحت نقطه نیرودهی الکترومبیل‌ها 1000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. این نقطه خدمت‌رسانی امکان دارد در یک وقت 48 واسطه نقلیات را در صحن خود جا کند. یک قسمت این نقطه همچون توقفگاه و پهلوی دیگری آن برای نیرودهی الکترومبیل‌ها پیش بینی گردیده است. در این نقطه خدمت‌رسانی 8 تجهیزات برقی با اقتدار 30 و 60 کیلووات نیرودهی نصب کرده شده است. هر تجهیزات با دو خط نیرودهی می‌تواند در یک وقت دو الکترومبیل را با نیروی برق تامین نماید. در عموم این 8 تجهیزات برقی 16 الکترومبیل را با نیروی برق تامین می‌کنند. با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نقطه برقدهی برای الکترومبیل‌های زمانوی گشوده شد. برنامه مخصوصی تامین کردیم که راننده میتونن غیر نقدی هم پول برقی استفاده برده را سپرند و هم با طرز عادی ضریت ماشین را مونند. یک برنامه نو با که تاچ استیشن نام دارد. این را به تلفن خود نصب کرده و در جایی که شما عین حال ایستاده اید اینجا نشان میدهد که نزدیکترین نقطه ضریت‌گیری را نشان میده. وقتی در اینجا شما پخش میکنید یعنی اینجا مکانش نوشته شده است و چند نقطه ضریتی هست همش رو نشان میدهد. شما میتوانید با آسانی این رو استفاده برید. نقطه نیرودهی الکترومبیل‌ها خط‌های افقی، کامراهای مشاهده‌ای، قطی‌های پرتو، سپر آتش نشانی و بنگاهی نظارتی دارد. موجودیت اینفراساختار امکان سطح بلند خدمت‌رسانی را تأمین می‌کند. نقطه نیرودهی الکترومبیل‌ها در ناحیه سینا در میان راه اتومبیلگرد جایگیر است و واسطه‌های نقلیات برقی امکان دارند از هر دو طرف راه به نقطه خدمت‌رسانی وارد و خارج شوند. در این نقطه خدمت‌رسانی در برابر رانندگان الکترومبیل‌های تاکسی شهروندان هم میتوانند واسطه‌های نقلیات برقی خود را با نیروی برق تامین کنند. یادداشت می‌شیم که نقطه نیرودهی الکترومبیل‌ها جهت اجرای مقررات کانسپسیای گذاشتن به نقلیات برقی در شهر دوشنبه مورد استفاده قرار گرفت. کانسپسیای مذکور در زمینه برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2028 که 31 اکتبر سال 2022 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید، تهیه و مورد عمل قرار گرفت.